بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. در جامعه محیط ما که از اثر جهالت و جنایت از اونا ما مسافر بی وطن شدیم و امروز مردیم ما هم بی وطن و مسافر هستیم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين مصطفى وأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هموطنان گرامی، از اینکه شما قدم رجع کردین و سر جنازه بچه کاکای ما دگروال سب منور شاخان تشریف آوردین، از شما یک جهان ممنون. ما امروز از ساعت 1:30 الی 5 جهاسر یک ختم قرآن، فاتحه و نظر در نظر داریم که از تمام شما دعوت به حمل می آوریم که در این ختم قرآن، فاتحه و نظر ما تشریف آورده روح مرحوم را شاد و برای ما افتخار ببخشید. ما از طرف خود و از طرف فامیل خود با فامیل مرحوم دگروال سب منور شاخان تسلیت عرض می کنم و برایشان صبر آرزو دارم. چنانچه خداوند در آیه 34 الاعراف می فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم ولکل امة اجل فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. در این آیه قرآن خداوند می فرماید که ای بندگانم، مرگ از طرف ماست و وقت مرگ و تعیین می کنم که هیچ پس و پیش نمیشه. و همچنان در آیه 155 سوره البقره می فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. خداوند می فرماید که ای بندگانم، ما شما را با پوستتان، با خونتان، با جانتان و نقص اموالتان آزمایش میکنم. کسایی که صبر اختیار میکنند برشان پاداش عظیم وعده میدم. از این خاطر از فامیل محترم دگروال سب منور شاخان خواهش مندم صبر اختیار کنند تا از این پاداش عظیم خداوندی محروم نگردند. فعلا بسیار زیاد کوتاه راجع به بچه کاکای ما دگروال سب منور شاخان. دگروال سب منور شاخان نه تنها از ما بچه کاکای ما بلکه از ما برادران رفیق ما بود. ما با مزاح‌هایشان، با نصیحت‌هایشان بزرگ شدیم. دگروال سب منور شاخان همیشه زیب محفل‌های خوشی و غم ما بود و ما از دگروال سب منور شاخان خاطرات بسیار زیاد خوب دارم. به این خاطر ما نزد خداوند شهادت میتم که دگروال سب منور شاخان یک انسان بسیار زیاد با خدا، با قرآن و با رسول بود. شوهر خوبی برای خانمش، پدر خوبی برای اولادایش و انسان بسیار خوبی با قومش و وطن و وطندارش بود. از دگروال سب منور شاخان 3 دختر و 4 بچه با تحصیل، با تربیه و با اخلاق باقی مانده است. چون فعلا ما پدر را دفن میکنیم، به خاطر از او کسانی که پدر و مادرشان فوت نموده
به اونا جنت فردوس آرزو دارم و از کسانی که پدر و مادرشان زنده هستند اونا را متوجه از آیت قرآن می سازم. خداوند در آیه 23 سوره الاسراء می فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. خداوند در این آیه قرآن سر ما و شما فرض میگرداند که هی بندگانم خداوند به یگانگیش پرستین و پدر و مادرتان احترام داشته باشید، خصوصا زمانی که پدر و مادر شما در پیری و ریش سفیدی نزد شما می باشد با اونا با صدای بلند صحبت نکنید و همیشه مددگارشان باشید. تشکر از شما. الله